سلام بر همنوردان عزیز، من مهدی شاهد هستم و در این قسمت از آموزش‌های مجموعه گارتال به نحوه تمیز کردن و نگهداری از کفش‌های کوهنوردی می‌پردازیم. همانطور که می‌دونید تمیز کردن کفش‌های کوهنوردی بعد از صعود در طول عمر آنها تأثیر زیادی رو داره. در مرحله اول با یک شیء نوک‌پهن گلولای بین آتهای زیره رو خالی می‌کنید. شما میتونید کفش رو به صورت عمودی نگه دارید و با آب کم فشار زیره آن رو شستشو دهید. فقط دقت کنید که رویه کفش خیس نشود. بعد از تمیز کردن زیره باید کفش رو خشک کنیم. بدین منظور کفی و بندها رو جدا کرده و کفش رو به صورت وارونه در دمای اتاق قرار میدیم تا گلولای و رویه آن کاملا خشک شود. دقت کنین که به هیچ وجه به منظور خشک کردن کفش رو جلوی تابش مستقیم خورشید یا کنار بخاری و هیتر قرار ندیم. وقتی که کفش کاملا خشک شد با یک برس پلاستیکی بر روی کفش میکشیم تا گلولای آن کاملا سوس شود، یعنی به این شکل. این مرحله رو اونقدر تکرار کنیم تا حالت این کلوخ مانندی که بر روی کفش باقی مانده کلا بیفته. خب سپس با یک جاروبرگی تمام سطح کفش رو جارو بکشید. این کار غبار و خاکریزه های داخل بافت کفش رو بیرون میکشه. بیشتر کفش‌های کوهنوردی رو نباید با آب یا داخل لباسشویی شستشو داد، خصوصاً کفش‌های چرمی رو. برای این منظور بعد از جاروکشی با یک دستمال نمدار بر روی کفش بکشید تا غبار باقی مانده هم جذب دستمال شود. به هیچ وجه برای پاک کردن رویه کفش کوهنوردی چرم از آب یا صابون استفاده نکنید، چون این مواد قلیایی باعث فرسودگی کفش خواهد شد. بند کفش هم میتونید داخل یک ظرف با مواد شوینده لباس کامل بشویید. بیشتر کفش‌های کوهنوردی حرفه‌ای قابلیت ضد آب بودن رو دارند، اما ممکنه پس از مدت طولانی این خاصیت خود رو از دست بدن. برای احیای مقاومت کفش از اسپری ضد آب میتوان استفاده کرد. ابتدا دستورالعمل نوشته شده بر روی اسپری رو بخونید و به هشدارهای آن توجه کنید. محلول ضد آب رو در تمام سطح کفش با استفاده از اسپری از فاصله 20 سانتی متری اسپری کنید. بعد از اسپری میتونید کفش رو دوباره در دمای معمولی اتاق قرار دهید و بعد از خشک شدن استفاده کنید. دقت کنید که اگه کفشتون رو به مدت طولانی نمی پوشید حتما داخل کفش روزنامه یا کاغذ مطالعه شده قرار دهید تا شکل خود رو از دست نده. همچنین محل نگهداری کفش باید جریان هوا در گردش باشه تا از رشد گارد جلوگیری شود. باز اگه سوالی در مورد نحوه نگهداری کفش کوهنوردی داشتید میتونید با مجموعه گارتال در تماس باشید.